به نظرتون این تصویر دریای مازندرانه یا خلیج فارسه؟ نگاه کنید قشنگ. این دریاچه ارومیه است. در سال 1398، همین 5-6 سال پیش، با آزاد کردن حقابه های دریاچه ارومیه دوباره جان تازه‌ای گرفته بود این دریاچه، ولی با مدیریت ضعیف و بی‌مسئولیتی مدیران رده بالا متاسفانه دریاچه ارومیه کاملا خشک شد و از صفحه روزگار محو شد. میشد این دریاچه را بازگرداند و نخواستند. شما قضاوت کنید و این بماند به یادگار برای مردمی که نخواستند مدیریت کشورشان درست شد. Sensiz gitmişem ben de saysız dileşim.